خب با ادامه فصل 8 در خدمتتونم. NO2 منفی رو توضیح دادم. گفتم که مثلا نیتروژن اتمیش 7 که میشه 2 الکترون و 5 الکترون. هر وقت بار منفی داشتیم، بار منفی میگیم به اتم الکترونگاتیو. چون اکسیژن الکترونگاتیو چرا میشه؟ اوی منفی. چون یه دونه بار منفی داریم، یک دونه اکسیژن منفی میشه. پس به الکترون های اکسیژن که 6 تا بوده یه دونه اضافه میشه. پس میشه 2 و 7. یک الکترون نیاز داره به قاعده 8 رایی برسه. یه اکسیژن دیگه مونده، اون چیه؟ 8 الکترون هست و میشه 2 و 6. 2 الکترون. اتم مرکزی میشه نیتروژن، چون تعداد پیوند بیشتری میتونه تشکیل بده. جانبی ها میشن اکسیژن و اوی منفی. اوی منفی چون یک الکترون داره پیوند یگانه میده. اکسیژن چون 2 الکترون داره پیوند دوگانه. و با قاعده 8 رایی. حالا NO3 منفی. نیتروژن داریم، یه بار منفی داریم که میدیم به اکسیژن، پس یه اوی منفی داریم و 2 تا هم اکسیژن دیگه داریم. خب شروع میکنیم، میگیم 2 و 5 3 الکترون نیاز داره. اوی منفی 2 و 7 1 الکترون نیاز داره. اکسیژن 2 و 6 2 الکترون نیاز داره. اکسیژن بعدی هم 2 و 6 2 الکترون نیاز داره. خب حالا اتم مرکزی ما نیتروژن اینجا. باید الکترون های اتم مرکزی با جانبی ها برابر باشه. ما 3 الکترون داریم، اما جانبی چند تا داریم؟ 5 داریم. پس 2 تا اضافه است که میشه داتیو. گفتیم هیچ وقت یگانه داتیو نمیشه. پس یه الکترون ما که تک داره پیوند با یه منفی داریم اینجا. یه اکسیژن هم که 2 الکترون است پیوند دوگانه میده. دقیقا مثل NO2 منفی که تو اسلاید قبلی رسم کرد. اکسیژن بعدی که باقی میمونه داتیو میده. به چه صورت؟ نیتروژن اتم مرکزی الکترون میده، اکسیژن اوربیتال خالی. برای همین 6 الکترونش تغییر نمیکنه. وقتی پیوند تشکیل شد هیچ فرقی بین پیوند داتیو و کوالنسی وجود نداره. فقط توی نحوه تشکیل پیوند با هم متفاوتن که توی کوالنسی اشتراک هست، توی داتیو اوربیتال از یک اتم، جفت الکترون از اتم دیگه. خب مثال دیگه هم ببینیم. مثلا O3 اکسیژن می‌نویسیم 3 تا اکسیژن. اکسیژن خودش چنده؟ یکی از این اکسیژن ها رو اتم مرکزی 8 الکترون است، 2 و 6. 2 الکترون نیاز داره تا به قاعده 8 رایی برسه. خب الان تک تک اکسیژن ها رو جدا نمی‌شه. یکی از اکسیژن ها رو میگیریم اتم مرکز. مثلا این اکسیژن میگیریم اتم مرکز. چند الکترون نیاز داره؟ 2 تا. 2 تا الکترونی که نیاز داره از همین اکسیژن اول میگیره. پیوند چی میده؟ دوگانه. چون جانبی دوی پیوند چی میشه؟ دوگانه. یادم رفت جفت الکترون ها رو بذاریم. اکسیژن بعدی چون دیگه بیشتر از ظرفیت میاد چی میشه؟ داتیو میشه. الان روی این اکسیژن باید 6 تا الکترون باشه، روی این اکسیژن باید چند تا الکترون باشه؟ 4. من یادم رفته بذارم، شما اضافه کنید. پس تو اتم های مثل O3 هم یک اتم رو میگیریم اتم مرکزی و اتم های دیگه میشن داریم. فرقی هم بین اکسیژن ها نیست. SO2 S16 اتمیش میشه 2 8 6 2 الکترون نیاز داره. اکسیژن 8 میشه 2 و 6 2 الکترون. الان هر دو تا ظرفیتشون برای تشکیل پیوند یکسانه. فرقی که وجود داره وقتی ظرفیت‌ها یکسان بود میریم سراغ شماره تناوب. اکسیژن تو تناوب بالاتریه. اکسیژن تو تناوب سومه. گوگرد تو تناوب سوم، اکسیژن تو تناوب دوم. پس گوگرد میشه اتم مرکزی. خب این 2 الکترونی که گوگرد نیاز داره رو از اولین اکسیژن به دست میاره. اکسیژن بعدی میشه داتیو. پس یک اکسیژن پیوند دوگانه میده. اکسیژن بعدی پیوند داتیو. خب. یه مثال دیگه SO4 دوباره منفی. اینجا 2 تا بار منفی وجود داره.
گفتیم بار منفی رو میدیم به اتم الکترونگاتیو. بین گوگرد و اکسیژن توی یک گروهن. کدومی که الکترونگاتیو تره؟ از بالا و پایین الکترونگاتیوی کم میشه. پس گوگرد الکترونگاتیو تره. ببخشید، پس اکسیژن الکترونگاتیو تره. پس بار منفی رو میدیم به اکسیژن. چند تا بار منفی داریم؟ 2 تا. گفتیم به هر اکسیژن یه بار منفی میدیم. یه اوی منفی، 2 تا اوی منفی. 2 تا اوی دیگه تنها میمونه. خب شروع میکنیم. گوگرد 2 8 6 2 الکترون نیاز داره. اوی منفی 2 7 1 الکترون نیاز داره. دوباره اوی منفی 2 7 1 الکترون نیاز داره. خب این 2 تا الکترونی که گوگرد میخواست رو همینجا داره از 2 تا اوی منفی تامین میکنه. داتی هیچ وقت پیوند تک الکترونه نیست. خب 2 تا 2 الکترونه دیگه مونده. این 2 تای بعدی میشن چی؟ داتی. خب پس یه گوگرد داریم که 2 تا پیوند میده با اوی منفی. 2 تا پیوند چی هم میده؟ داتیک هم میده با اکسیژن. رو هر کدوم از این اکسیژن ها 6 تا الکترون وجود داره. من یادم رفته الکترون ها رو حذف کنم. گوگرد جفت الکترون رو میده، اکسیژن اوربیتال خالی رو. خب NH4 مثبت. میگیم نیتروژن 7 اتمیش میشه 2 و 5 3 الکترون. هیدروژن NH3 اصلا قبلا کشیدیم دیگه، دقیقا فکر مثل NH3 میکشیمش 3 تا. خب وقتی بار مثبت داشتیم میریم سراغ اتم الکتروپوزیتیو. هیدروژن الکتروپوزیتیو تره، پس میشه هاش مثبت. هیدروژن خودش یه الکترون داره. وقتی که مثبت بشه یعنی یه الکترون هم از دست داد، پس میشه 0 الکترون. خب پس برای اینکه به قاعده دوتایی برسه 2 تا الکترون نیاز داره. اتم مرکزی نیتروژن 3 الکترون، 3 الکترونش از هیدروژن تامین میکنه. 1 2 3. هاش مثبت پیوند داتیو میده. الان هاش مثبت یعنی اوربیتال خالی، چون الکترونی وجود نداره. جفت الکترونش از نیتروژن میگیره و پیوند داتیو تشکیل میشه. پس اگه بار منفی داشتیم، بار منفی رو میدیم به اتم الکترونگاتیو. اگه بار مثبت داشتیم میدیم به اتم الکتروپوزیتیو. حالا مثال مختلف اینا توی آخر فصل هست، کار کنیم و یاد بگیریم. یه تمرین هم آخر فصل وجود داره تو تمرین آخر فصل که 2 هسته‌ای هستن. بعد 2 هسته‌ای ها چیکار می‌کنیم؟ میایم بگیم که اینا 2 هسته‌ای متقارن 3 2 H2. یعنی 2 تا هسته وجود داره. مثل 3 H4 نیست که یه هسته یا یک اتم مرکزی وجود داشته باشه. اول همه چون متقارن تقسیمش می‌کنیم. میشه 2 تا CH. پس باید 2 تا CH رو به هم دیگه وصلش کنیم. خب باید به قاعده 8 تایی هم برسیم. میگیم کربن چنده؟ اتمش 6. 2 و 4. 4 تا الکترون نیاز داره. هیدروژن اتمش 1. 1 الکترون نیاز. گفتیم الکترون های اتم مرکزی که نیاز داره باید با جانبی برابر باشه. چند تا کم داریم؟ 3 تا. پس پیوندی که بین کربن ها اتفاق میفته پیوند چی میشه؟ 3 و همشون با قاعده 8 تایی. پس انگار 2 تا CH رو رسم کردیم و بعد به هم دیگه وصلشون. 3 2 H4 دوباره متقارنه، تقسیم بر 2 میکنیم میشه 3 H2. پس 2 تا 3 H2 داریم که اینها رو میخوایم به هم وصل کنیم. اول نگاه میکنیم ببینیم خود 3 H2 چجور با هم پیوند برقرار کنم. به خودش چجور تشکیل بشه. میگیم کربن 4 الکترون داره تو لایه ظرفیت، 4 تا نیاز داره. 2 تا هیدروژن داریم، هر هیدروژن 1 الکترون نیاز داره. پس 2 تا الکترون رو با پیوند یگانه با هیدروژن مصرف می‌کنیم. باید به 4 تا الکترون برسیم. 2 تا دیگه کم داریم. پس پیوند بین کربن ها میشه پیوند دوم. 3 2 H6 متقارنه، تقسیم بر 2 میکنیم میشه 2 تا 3 H3. خب کربن 4 الکترون تو لایه ظرفیت داره و 4 الکترون نیاز داره. 3 تا هیدروژن داریم، هر کدوم 1 الکترون. یه دونه باقی میمونه. اون یه دونه میشه پیوند بین کربن ها. پس پیوند بین کربن میشه پیوند یگانه. پس اساس گذاشته قاعده 8 تایی. یعنی میخواد یه جوری به اون قاعده 8 تایی برسیم
در اساس این رسیدن به قاعده 8 نگاه میکنیم پیوند بین کربن ها یگانه باشه، دوگانه باشه یا سه‌گانه باشه. N2H2 البته تو کتاب N2F2 داره، N2F4 داره که دقیقا مثل همین 3,2H4 3,2H6 به همون روند حل میشه. خب نیوتن اتمیش 7 میشه 2 و 5. چند الکترون میخواد؟ 3 تا. هیدروژن 1 یه الکترون میتونه. پس چون یکی پیوندش یگانه، نیتروژن با هیدروژن پیوند یگانه. خب دقت کنید 5 تا الکترون داشت. از این 5 تا یه دونه رو که یگانه، باید 2 تا دیگه باشه پیوند دوگانه بده، چون ما 3 الکترون داشت. 2 تا هم پیوند دوگانه میده، 2 تا هم که بی اثر باقی میمونه. خب حالا تمرین اینا رو حل کنیم، باز تو رفع اشکالاتون رو برطرف میکنم. برای این فصل تمام تمرینات رو کار کنید لطفا. یه نکته راجع به پیوند داتیو بگم. توی کتاب این روشی که من توضیح دادم توضیح نداد. ولی لطف کنیم با این روش یاد بگیریم، چون میتونیم بیشتر اون تمرینات رو حلش کنیم. وقتی پیوند کووالنسی یعنی هر اتم یه الکترون میاره. پس مشترکن با هم. پس مثبت و منفی وجود نداره. میتونیم بگیم الکترونگاتیو وجود داره، اما بار مثبت و منفی وجود نداره. اما توی ترکیباتی که اومدیم و گفتیم که چیان پیوند داتیو داره، مثل این N2. گفتیم نیتروژن جفت الکترونش رو میده به اکسیژن. پس نیتروژن میشه 1 بار مثبت، اکسیژن میشه 1 بار منفی. به اینها میگیم بارهای قراردادی، یعنی بارهایی که به طور واقعی وجود ندارن. اما وقتی که محاسبه میکنیم و اعداد و بارها رو به دست میاریم که ترکیبات انگار یه ماهیت مثبت و منفی. علت این ماهیت مثبت و منفیشون پیوند داتیوه. اونی که الکترون‌هاش از دست داده میشه مثبت، اونی که الکترون رو گرفته میشه منفی. مثال بعدی. اینجا نیتروژن میشه مثبت، الکترون از دست داده، اکسیژن میشه منفی. از دست نداده، کاملا جابجا کرده الکترونش. تو این ترکیب اکسیژن مرکزی میشه مثبت، اکسیژن کناری میشه منفی. توی SO2 گوگرد میشه مثبت، اکسیژن میشه منفی. تو این دو تا اکسیژن سمت چپ و سمت پایین گوگرد میشه مثبت، اکسیژن میشه منفی. دوباره گوگرد میشه مثبت، اکسیژن میشه. پس 2 تا اکسیژن منفی داریم. گوگرد هم 2 بار مثبت. توی این H4 مثبت هم حالا نیتروژن مثبت خواهد شد در نهایت. هیدروژن که چون مثبت بوده میشه خنثی. پس بار قراردادی به خاطر اینه که ما اشتراک الکترون نداریم، پیوند داتیو اتفاق میفته. حالا اگه خواسته باشیم طبق کتاب حلش کنیم، چون کتاب اینجا توضیح نداره و گفته بار قراردادی چجوری حساب کنیم؟ شماره گروه رو منهای الکترون های غیر پیوندی به اضافه تعداد پیوندها. تو اسلاید بعد ببینید چجوری حساب کرد. مثلا NCS رو ببینید تو NCS چه اتفاقی افتاده. کربن 4 الکترون تو لایه ظرفیتش داره، پس 4 تا الکترون میخواد که به 8 تایی برسه. گوگرد 6 تا داره، 2 تا میخواد که به 8 تایی برسه. نیتروژن 5 تا داره، 3 تا میخواد که به 8 تایی برسه. خب ما اگه خواسته باشیم بر اساس روش خودمون شکل رو رسم کنیم، خب NCS رو کربن میشه اتم مرکزی. ببین درسته که گوگرد تو تناوب بالاتره، اما کربن اولین شرط ظرفیت بیشتر تشکیل پیونده. پس کربن میشه اتم مرکزی. خب نیتروژن 3 الکترون نیاز داره، گوگرد 2 الکترون. پس با نیتروژن پیوند چی میده به شما؟ ببخشید NCS منفی. یکی از اینها منفی میشه. نیتروژن اگه منفی بشه پیوند دوگانه میده، گوگرد هم پیوند دوگانه. این چه پایدار هست. خب حالا یک توضیح کلی بدم بر راجع به اینکه چجور این شکل ها رسم میشن.
الان این شکلی که وسط وجود داره شکلیه که ما بر اساس روشی که یاد گرفتیم میتونیم رسمش کنیم. با این روشی که براتون توضیح دادم شما خودتون پایدارترین حالت رو به دست میارید. خب گفتیم کربن داریم، نیتروژن داریم و گوگرد داریم. اول از همه کربن شد اتم مرکزی چون 4 تا الکترون میخواست، نیتروژن 3 تا الکترون میخواد و گوگرد 2 تا الکترون. یه نکته، بار منفی داریم. خب بار منفی به کدومی که از این اتم ها برسه؟ به اونی که الکترون نگاتیو داره. پس میشه نیتروژن منفی. پس به جای 5 الکترون میشه 6 الکترون. پس 2 تا الکترون نیاز داره. پس 2 الکترون با نیتروژن پیوند برقرار میکنن، 2 الکترون با گوگرد. اینجا اصلا پیوند گاتیوی وجود نداره. خب حالا میخوایم بار قراردادی براش توضیح بدیم. بار قراردادی میشه شماره گروه. کربن گروه 4. منهای الکترون های ناپیوندی که 0 تا به اضافه الکترون های پیوند 4 تا پیوند داریم. بذار پیوند ها میتونیم 4 منهای 4 میشه 0. یا محاسباتی براتون نوشتم نه. خب نیتروژن گروه 5. شماره گروه 5 منهای مجموع پیوندی و غیر پیوندی. 4 تا غیر پیوندی داریم، 2 تا پیوندی داریم میشه 6 تا. 5 منهای 6 میشه منهای 1. گوگرد گروه 6 مجموع پیوندی و غیر پیوندی. 2 تا پیوند داریم، 4 تا غیر پیوندی. 6 منهای 6 میشه 0. خب حالا جابجایی این وسطی شکلی که ما بر اساس روش خودمون بدست. حالا اینو میتونیم تا زمانی وقتی میخوایم فرم های رزونانسی ترکیبی رسم کنیم، یعنی اینکه جفت الکترون ها رو جابجا کنیم تا پیوند به پیوند یگانه برسیم. حالا ما میتونیم یه بار از راست به چپ جابجا کنیم، یه بار از چپ به راست. از راست به چپ که جابجا کنیم، جفت الکترون روی گوگرد میاد بین کربن و گوگرد قرار میگیره، پیوند میشه سه‌گانه. در عوض این پیوند جابجا میشه، نیتروژن داره 6 تا الکترون. این یه فرمش. فرم دوم برعکس، از چپ به راست. نیتروژن جفت الکترونش رو میده بین کربن و میشه پیوند میشه سه‌گانه. این پیوند چی میشه؟ جابجا میشه. این کار رو تا زمانی انجام بدیم پیوند یگانه بشه. حالا تو این شکل مثلا این داریم جابجا می‌کنیم از راست به چپ با چپ به راست، شکل‌های متفاوت به دست میاد. برای همین هر دو فرم رو می‌نویسیم. خب حالا بار قراردادیش رو حساب می‌کنیم. از همین ترکیب سمت چپ شروع می‌کنیم. نیتروژن شماره گروه نیتروژن 5، 6 تا ناپیوندی، یه دونه پیوند. 5 منهای 7 میشه منفی. کربن 4 منهای 4 تا پیوندی داره، غیر پیوندی نداره میشه 0. گوگرد گروه 6 3 تا پیوند، 2 تا غیر پیوندی میشه مثبت 1. ترکیب سمت راست. نیتروژن گروه 5 2 تا پیوندی، 2 تا غیر پیوندی، 3 تا